سلام. امروز پیش آقای حامد زرگر توی کارگاه سفال هستیم. حالا میخوان راجع به کارهای سفالشون به ما توضیح بدن. خواهش کنم، در خدمتتون هستیم. ببینید، ما با گل هر آنچه که شما بخواین رو براتون میسازیم که میتونید توی بازسازی ها و توی معماری استفاده کنید. مهم اینه که این نقوش و این رنگ هایی که از گذشته ما مونده رو ما احیا کردیم، مجدد داریم اونا رو میسازیم با مواد معدنی و تبدیلش میکنه به لعاب که روی بدنه های آجر یا حالا ظروف بعضا میخوره. و این لعاب ها، یه سری از لعاب ها مثل همین کاری که میبینید، این لعاب کلا یه لعاب خاصیه. این لعاب‌های کهنه کاری شده است، دقیقاً مشابه کاری که در گذشته اجرا شده رو ما مجدد داریم اجرا میکنیم. خب الان این نوع رنگ یعنی همشون نوع رنگ ببینید، اصیل ایرانه؟ بله دقیقاً. مثلا همین فیروزه‌ای در دنیا به نام پرشین شناخته شده است. این رنگ ما که ما حالا هم با اکسیدها اینا رو در آوردیم، هم با رنگ‌هایی که حالا در حقیقت آماده و کارخونه‌ایه، ولی اینا همه دستسازن و ترکیباتیه که خودمون فرمولشون کردیم. خیلی در ممنون. خدمتتون خیلی هستیم. ممنون از شما. متشکرم.